الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما خوبان عزیزان و مهربانانی که تا این قسمت از برنامه تجلی اخلاق اسلامی ما رو همراهی کردید. همچنان با شما هستیم با مبحث بسیار مهمی با عنوان دوستی الله، دوست داشتن الله. در قسمت گذشته به آیه 54 سوره مبارکه مائده اشاره کردیم. یکی از آیاتی که الله تعالی بعضی از شروط اثبات ادعای محبت نسبت به خود رو بیان می‌فرماید. در این آیه الله تعالی فرمود گروهی هستند که من اونها رو دوست دارم و اونها من رو دوست دارن. اونها کسانی هستند که در برابر مؤمنین هم نوعان خودشون، در برابر مسلمین، در برابر کسانی که الله رو دوست دارند، برابر دوستان الله مهربانن، متواضعن و از خود گذشت نشون میدن. و در برابر دشمنان الله، دشمنان دین، کسانی که الله و رسول رو نپذیرفتند و به باد دشمنی گرفتند، به باد انتقاد گرفتند، از اونها بیزارند و با اونها به تندی برخورد میکنن. نه به این معنی که حق و حقوق اونها رو رعایت نکنن، نه، اگر در مواجهه با اونها قرار بگیرن هیچ گونه گذشت و بخششی رو با اونها از خود نشون نخواهند داد. این صفت یک از صفات بسیار مهمیه که در وجود هر انسان باید بیاد. دوستی دوستان الله و دشمنی با دشمنان الله یکی از شروط بسیار 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 مهم ایمان انسان. تولا و تبرا، دوستی با دوستان الله و دشمنی با دشمنان الله، یک از صفات اخلاقی که هر انسان مسلمان باید در وجود خودش داشته باشه. فعلا شما مردم رو تحریک میکنید به اینکه بشریت رو دوست نداشته باشن. نه، هرگز ما این رو نگفتیم. منظور این نیست. ما از این بابت که انسان‌ها در جنس و نوع با ما از انسان بودنشون مشترکن، از این که همه ما از یک پدر و مادر متولد شدیم، ما نسبت به انسان‌ها عاطفه انسانی، عاطفه‌ای رو که باید نسبت به هم نوعان خودمون، محبتی رو که نسبت به هم نوعان خودمون داشته باشیم داریم. اما اینجا وقتی بحث دین و ایمان مطرح میشه، وقتی ما در رابطه دوستی خودمون با الله تعالی، الله تعالی که خالق عالمه، عادل ترین ذات عالمه و به هیچ کسی ظلم نمیکنه و خودش خالق اون کسانی است که دشمنشن و اون بهتر از هر کسی اونها رو میشناسه، به ما دستور داده که این گونه باشیم. برای اثبات صداقت و دوستی خودمون باید این کار رو بکنیم. اگر این گونه نکردیم اون موقع ما دوستان الله نخواهیم بود. و در تعجب کسانی که در زندگی دنیا این حق رو به انسان‌ها میدند که در مقابل محبت یک انسانی ناقص و محکوم به زوال و با نقص‌های فراوان، هیچ انسانی بدون نقص نیست به جز انبیای الله تعالی که ذات‌های پاک و مقدس بودند، در اعمال و در رفتارشون و در کردارشون معصوم بودند. انسان‌هایی که علی الخصوص امروزه در روی کره زمین وجود دارند، یه عده‌ای به این انسانی که علاقمند شده به یک انسانی مثل خودش در همون ردیف خودش کمی بالاتر یا پایین‌تر، با این حق رو میدن که با اون کسانی که اون دوست داره بگردن و این شخص بگرده، و اون کسانی رو که اون دوست نداره نگرده، این هم نگرده. خب میگن نگرد، طرف میخواد نگردی نگرد. این حق رو راحت بهش میدن، اونجا کسی رو متهم نمیکنن. اما بحث الله که مطرح میشه، خالق عالم، اون موقع اخم‌ها تو هم میره.
هیچ انسان مؤمنی همچین حرفی رو نخواهد زد. هیچ انسان مؤمنی این جرأت رو نباید به خودش بده که برادر مسلمان خودش رو به خاطر این که یک کافری رو دوست نداره و از یک کافری بیزاره، چرا که اون کافر دشمن الله است، اون رو متهم بکنه و اون رو مورد سرزنش و ملامت قرار بده، چرا که الله تعالی فرموده. و نمونه‌های بسیار واضحی رو ما در تاریخ انبیا داریم. حتی انبیاء الهی، حضرت نوح علیه السلام فرزند خودش کنعان رو وقتی کشتی آمد و ندا کرد ای الله شما فرمودی که من فرزندان تو رو، خانواده تو رو نجات میدم، ان ابنی من اهلی و ان وعدک الحق، فرزند من، پسر من از خانواده منه، از خاندان منه، از اهل بیت منه و وعده شما بر حق، شما این رو نجات بدید. منظور سخن این بود. الله فرمود یا نوح انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح، اون از خاندان تو نیست، فرزند تو از، گرچه این به این معنا نیست که خدایی نکرده فرزند نوح علیه السلام از لحاظ نسبیت نوح علیه السلام نبود، هرگز کلا و حاشا. فرزند نوح علیه السلام از لحاظ نسبی از خود حضرت نوح علیه السلام بود، اما الله تعالی میفرماد گرچه این فرزند خونی شماست، اما از لحاظ روحی، اما لحاظ اعتقادی، از لحاظ دینی این فرزند شما نیست، این هیچ نسبتی با شما نداره. و حضرت نوح علیه السلام به خاطر این درخواست خودش از الله تعالی معذرت خواست. من پناه میبرم از این که چیزی رو خواستم که حقشو نداشتم بخوام. و ابراهیم علیه السلام وقتی برای پدر خودش آزر که کافر بود و تقاضای دعا کرد و الله تعالی اون رو منع فرمود، فلما تبین انه عدو لله تبرأ من، وقتی آگاه شد حضرت ابراهیم علیه السلام و یقین پیدا کرد که این شخص دشمن الله است، گرچه در ابتدا وعده هایی داده بود و بعد اون رو هم منکر شد، وقتی مشخص شد حضرت ابراهیم علیه السلام از پدر خودش اعلان بیزاری کرد. حضرت لوط علیه السلام همسرش فنجیناه و اهله الا امرأته کانت من الغابرین، ما لوط علیه السلام رو نجات دادیم مگر فرزندش، مگر همسرش رو نجات نداد الله تعالی، همسر نوح علیه السلام هم غرق شد. اینها هیچ توجهی نکردن به همسران خودشون که بیان بگن همسر ما کافر بود رفت، برای اینکه همسر باشه، برای اینکه فرزند باشه، برای اینکه بابا باشه. یا حضرت آسیه علیه السلام همسر فرعون هیچ توجهی نکرد به اینکه همسر من پادشاه مصر و سر تا پای من رو زر می‌ریزه، این گونه نبود. حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم با خویشاوندان خودش این گونه رفتار فرمود. تمام صحابه‌ای که در مدینه منوره در این شهر مقدس بودن به خاطر چی از مکه خارج شدن؟ مکه‌ای که شهر اونها بود، دیار اونها بود، مرکز اونها بود، مقدس‌ترین مکان روی زمین بود. قوم و طایفه خودشون بودن، فقط به خاطر تفاوت دیدگاه ایمانی، به خاطر اینکه ادعای محبت خودشون رو نسبت به الله تعالی ثابت بکنن. این به این معنا نیست که انسان رابطه خانوادگی، رابطه اجتماعی رو نادیده بگیره، بدخلقی بکنه با اونها، نه به این معنا نیست. و قولوا للناس حسنا، با همه انسان‌ها باید به نیکی برخورد کرد، با همه انسان‌ها چه کافر چه مسلمان باید به نیکی برخورد کرد، اما محبت اونها رو در دل آوردن، اونها رو دوست داشتن، به خاطر اونها اشک ریختن، به خاطر اونها پریشان و مضطرب شدن و از اونها حمایت کردن، سنگ اونها رو به سینه زدن، در مقابل با مسلمین حامی اونها شدن در جاهایی که حق با اونها نیست، این با ادعای محبت الله سازگار نیست. این با اون صفتی که الله تعالی بیان می‌فرماید برای مخلصین واقعی، برای کسانی که در ادعای خودشون صادقند، با اون صفت سازگار نیست. امکان نداره انسان محبت داشته باشه با الله و با دشمنان الله دست دوستی و محبت بده. کسی که این کار رو میکنه و باز هم ادعای محبت الله رو داره، این انسان در ادعای محبت خودش کاذبه و دروغگوی، برای اینکه 1000 سال هم عبادت کرده باشه، شب و روز، سال به سال حج بره، روز و شب هم روزه باشه، الله تعالی محبت این شخص رو قبول نمیکنه. خود الله میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، یهودی ها مسیحی ها رو به دوستی نگیرید، و من یتولهم منکم فانه منهم. امکان نداره که انسان
ادعای محبت الله و رسولش رو داشته باشه و با دشمنان الله و رسول همنشین باشه، محبت بکنه، احترام به جای خودش، اون احترامی که باید انسان نسبت به هم داشته باشه اون بحث دیگری است، محبت اون رو در قلب خودش جای بده. کسانی که به خاندان رسول الله صلی الله علیه و سلم بی احترامی میکنن، توهین میکنن، کسانی که اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم رو بی حرمتی میکنن، متهم میکنن به فساد اخلاقی، به بیدینی، به نفاق، همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم رو امکان نداره انسان مسلمان با اونها دست دوستی بده، با اونها محبت بکنه. یجاهدون فی سبیل الله. ادامه آیه 54 سوره مبارکه مائده میفرماید الله تعالی اینها در راه الله جهاد میکنن، با تمام وجود خودشون تلاش میکنن در راه الله، با قلم خودشون، با زبان خودشون، با مال خودشون، با جان خودشون، با خون خودشون، با دعای خودشون، با همراهی خودشون، با همدردی خودشون، با همفکری خودشون، هر جوری که از دست اونها بر بیاد. ولا یخافون لومة لائم. و این عده، این صفت بسیار مهمی است. در این راه محبت با الله، در این راه ملتزم بودن، در این راه مزین شدن به اون چیزهایی که الله تعالی میخواد، در راه کسب رضای الله، در راه رسیدن به محبت الله، از سرزنش هیچ ملامتگری نمیترسن. اصلا براشون مهم نیست. براشون مهم نیست که چی بگه. وقتی یک انسانی، کسانی که ادعای محبت الله رو دارن، نباید غیرتشون از یک انسان کمتر باشه. انسانی که نسبت به یک انسانی محبت داره و در راه محبت خودش تمام سختی ها رو به جان میخره، انسان دیگری مؤمنی که ادعای محبت الله رو داره نباید در این مسابقه از اون شخص اولی کمتر باشه، چرا که محبوب قابل مقایسه نیست. کسی که به الله علاقمنده و اون رو دوست داره با کسی که به یک انسانی علاقمنده قابل مقایسه نیست. نباید این از اون کمتر باشه. انسانی که علاقمند میشه، عاشق میشه به چشم ابرو یک کسی، براش مهم نیست دور بریا چی میگن، چی میپوشه، چی کار میکنه، کجا میره، کجا میگرده، ولی که همه هم مخالف باشن چون فلانی دوست داره این میره. انسانی که الله رو دوست داره، انسانی که ادعای محبت الله رو داره، باید این گونه باشه. اگر عبادتی رو انجام میده نباید بترسه از دور بریا خودش، از سرزنش این، از سرزنش اون. اگر میخواد سفر حج بره منتظر این و اون نباشه، به خاطر این و اون پرهیز نکنه از سفر حجش، ملامتش میکنن، مسخرش میکنن. اگر حجاب میکنه خواهر بزرگوار و محترمی، نباید از این و اون خجالت بکشه و بترسه. اگر وقت نماز رسیده، انسان نمازش داره قضا میشه، یه گوشه از خیابانی در هر جای عالم هست، اگر میخواد نمازش رو بخونه نباید خجالت بکشه از این و از اون. چرا باید خجالت بکشه؟ در حالی که یک انسانی گناهکاری که با انسان گناهکار دیگه ای علاقمنده و در میان جمع، در خیابانها، در کنار ساحل، این طرف و اون طرف، چه محبت هایی که به هم نشون میدن، چه کارها که نمی کنند، به هیچ خجالت هم نمیکشن. برای انجام منکر خجالت نمیکشن مردم، برای انجام دادن فسق و فجور در ملأ عام مردم خجالت نمیکشن. چرا انسانی که مدعی محبت الله است باید در میان مردم، در میان جمع و اجتماع برای انجام عبادت الله خجالت بکشه و شرمگین باشه؟ و خجالت بکشه از این که ملتزم باشه، خجالت بکشه از این که پایبند باشه به اون چیزهایی که بهش رسیده. اگر ریش نگه داشته چرا باید خجالت بکشه؟ چرا باید خجالت بکشه؟ اگر حجاب میکنه چرا باید خجالت بکشه؟ نماز میخونه چرا باید خجالت بکشه؟ اگر قرآن میخونه چرا باید خجالت بکشه؟ اگر کلاس قرآن میره با افتخار باید بره چرا باید خجالت بکشه؟ اگر ملتزم به دین چرا باید خجالت بکشه؟ چرا انسانی که خودش رو به رسول الله صلی الله علیه و سلم تشبیه میکنه در اخلاقش، در رفتارش، در لباسش، در ظاهرش، و خواهر محترم و بزرگواری که در ظاهر خودش رو به ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها و سردار زنان بهشت فاطمه رضی الله عنها تشبیه میکنه، چرا باید خجالت بکشه؟ در حالی که کسانی که خودشون رو به کفار و مشرکین و منافقین زمانه، کسانی که فسق و فجور میکنن، کسانی که معلوم نیست شب و روزشون چطور میگذره، ادعای خودشون رو به اونها تشبیه میکنن، مدل های موی عجیب و غریب، لباس های پاره عجیب و غریب، افتخار هم میکنن، در میان جمع حاضر میشن با افتخار سرشون رو بالا میگیرن که همه دور بر نگاه بکنن اینها مدل جدیدن، مدل دارن. چرا باید مدعیان محبت الله از مدعیان محبت شیطان، علنا خیلی ها میگن شیطان پرستن، باید غیرتشون کمتر باشه، باید محبتشون کمتر باشه و باید استقامت و پایدارشون در این راه کمتر باشه؟
اینها از سرزنش هیچ سرزنش کننده‌ای نمیترسن و این فضل الله است که به هر کسی بخواد بده و الله وسعت رحمتش زیاده و علمش بسیار گسترده‌اش. با ما باشید با ادامه این مباحث بعد از یک میان برنامه. وهدي الرسول إمام الورى وأقفو طريقا به الصالحون. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند هر شخصی که از ترس خدا بگرید داخل آتش نخواهد شد مگر زمانی که شیر دوشیده شده از پستان حیوان به آن بازگردد. أعيش الحياة بنور الكتاب وهدي الرسول إمام الورى وأقفو طريقا به الصالحون وضوء الرشاد با عرض سلام و ادب و احترام مجدد خدمت همه شما عزیزان بیننده. یکی از صفات دیگری که الله تعالی برای اثبات صداقت بندگان خودش در ادعای دوستیشون گذاشته آیه 31 سوره مبارکه آل عمران. آیه بسیار مهمی که الله تعالی در این آیه یک شرط بسیار اساسی و مهم گذاشته که این آیه میتونه تمام اون آیاتی رو که قبلا هم بیان کردیم در خودش جای بده. الله تعالی در این آیه محبت خودش رو به یک شرط مشروط کرده. قل ای پیغمبر من، ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، بگو به امت خود، بگو به مدعیان محبت من الله، ان کنتم تحبون الله، اگر شما واقعا الله رو دوست دارید، اگر شما در ادعای محبت خودتون صادقید، من الله یک شرط دارم، یک کار رو باید انجام بدید. فتبعونی، پیغمبر من به اینها بگو اگر شما، الله میفرماید اگر شما واقعا الله رو دوست دارید از من پیغمبر باید اطاعت بکنید. الله تعالی یک شرط گذاشته. هر کسی که میخواد ببینه آیا من در ادعای محبت خودم نسبت به الله صادق هستم و یا نه، آیا این که من میگم من الله رو دوست دارم و در دل خودم نسبت به الله احساس محبت دارم، نسبت به خالق خود، نسبت به مالک خود، نسبت به رازق خود، و احساس میکنم که او رو دوست دارم، آیا الله هم من رو دوست داره یا نه؟ یا اینکه من فقط دلم خوشه به این که الله رو دوست دارم و خدای نکرده در زمره مشرکین، در زمره منافقین، در زمره فاسقین، در زمره دشمنان هستم، منم در صف مخالفین هستم. آیا این ادعای من ادعای صادقانه است یا نه؟ خیلی ساده است. یک ترازو، یک میزان سنجش الله تعالی گذاشته. قل، آیه 31 سوره مبارکه آل عمران، قل ای پیغمبر من برسان، این خبر من رو برسان به بندگان من، ان کنتم تحبون الله، اگر شما الله رو دوست دارید، من الله رو دوست دارید، فتبعونی، الله یک شرط داره برای اثبات ادعای محبت شما. فتبعونی، از من، از رسول الله صلی الله علیه و سلم اطاعت کنید، اتباع بکنید. هر کسی بیاد خودش رو نگاه بکنه، هر کسی بیاد بررسی بکنه که من در زندگی خودم، در زندگی فردی خودم، در زندگی اجتماعی خودم، در خلوت خودم، در جلوت خودم، در عبادات خودم، در معاشرات خودم، در معاملات خودم، در اعتقادات خودم، قبل از همه اینها آیا متبع رسول الله صلی الله علیه و سلم هستم یا نه؟ از اول شروع بکنه. اعتقاد من همون اعتقادی که الله تعالی از کانال رسولش صلی الله علیه و سلم به من رسونده یا نه؟ من اعتقاد خودم رو همینجوری دیدم بابای من این کارو میکرد، من اینو وجدنا آباءنا علی ذلک. ما دیدیم که تعبیری که بسیار از مشرکین داشتن، وجدنا علیه آباءنا کذلک یفعلون، پدر و مادر ما این کارو میکردن، ما این کارو میکنیم. وقتی از اونها پرسیده میشد چرا این کارو میکنین، و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا، وقتی به اونها گفته میشد که اطاعت بکنید
از اون چیزی که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای شما آورده. اونا در جواب میگفتن ما اون چیزی رو که آبا و اجداد خودمون رو برای اون یافتیم ما از همون اطاعت میکنیم. اولو کان آباهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون، ولو اینکه اگر پدر و مادرهای اونها، آبا و اجداد اونها نفهمیده باشن و اشتباه کرده باشن، باز هم اینها اون راه ادامه میدن. حتی اگر اونها به راه گمراهی رفته باشن، اینها هم باید راه اونها رو ادامه بدن. اولین شرط اینه که من ببینم آیا اعتقاد من مطابق با همون اعتقادی است که رسول الله صلی الله علیه و سلم داشته یا نه. اعتقادم را از جای دیگه گرفتم. آیا اعتقاد خودم را از قرآن و سنت صحیح رسول صلی الله علیه و سلم، از خود الله و از پیغمبرش گرفتم یا نه از جای دیگه گرفتم؟ و بعدش در عبادات خودم بعد بیام بررسی بکنم عبادت هایی رو که من انجام میدم این عبادت یا عادته، عبادت یا بدعته. بدعت اون عبادتی رو که انجام میدم همون چیزی که رسول صلی الله علیه و سلم انجام داد یا نه. خودم به اصطلاح خودم، به خیال خودم، بسیار از عبادت هایی رو که ظاهرش عبادته اما بدعته، بسیار از کارهایی رو که شرک حتی به نام عبادت دارم انجام میدم با توجیهات مختلف، این مسئله رو باید بررسی بکنه انسان. آیا این عبادتی که من انجام میدم با امید دارم با این عبادت خودم محبت الله را کسب بکنم بر همون منهجی است که رسول الله صلی الله علیه و سلم رفت یا نه؟ و بعد در اخلاق همون مسیری رو که ما شروع کردیم، در اخلاق خودش، در معاشرات خودش، در معاملات خودش، در بحث‌های اقتصادی، در معاشرات، در مسائل اجتماعی، در خلق و خو، رفتارها، کردارها بیایم بررسی بکنیم. ببینیم آیا ما همون جوری که رسول صلی الله علیه و سلم به ما تعلیم داده هستیم یا نه. اگر مجموع این امور درست بود، اون موقع ما میتونیم دل خوش بکنیم به این ادعای خودمون که ما الله تعالی رو دوست داریم و امیدوار باشیم که الله تعالی ما رو دوست داره. چرا که پیرو سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. چرا که الله تعالی رسول الله صلی الله علیه و سلم رو به عنوان الگو برای ما فرستاده و دوست داره ما این گونه باشیم. و رسول الله صلی الله علیه و سلم انسانی که در طول عمر مبارکش یک بار هم خطا نکرد، یک بار هم معصیت نکرد، یک بار هم اشتباه نکرد، یک عمر تمام خوشنامترین انسان روی زمین، کسی که نه تنها به الله تعالی محبت داشت و تابع بود در دستورات الله تعالی، مو به مو به تمام عالم محبت داشت، به حیوانات محبت داشت، به سنگ ها محبت داشت. نسبت به احد رسول الله صلی الله علیه و سلم، کوهی که در مدینه منوره است و جنگ احد در دامنه اون اتفاق افتاد، ان شاء الله نصیب همه عزیزان و مشتاقان مدینه منوره بشه تا این کوه را از نزدیک ببینند و کل مدینه منوره و مسجد النبی را و مسجد الحرام را. فرمود جبل یحبنا و نحبه، این کوهی که ما اون رو دوست داریم اون هم ما رو دوست داره. و بسیاری از این موارد که در مدینه اتفاق افتاده مجال برای بیان اینها نیست، فرصت نیست برای بیان کردنش، که رسول الله صلی الله علیه و سلم محبت الله رو در ادعای خودش صادق بود، چرا که در عمل نشون میداد. هر اون چیزی رو که الله تعالی دوست داشت انجام بشه انجام میفرمود و هر اون چیزی که الله تعالی دوست نداشت که انجام بشه انجام نمیداد. سلیقه رسول الله صلی الله علیه و سلم خواسته الله بود. هر چیزی که الله دوست داشت میپوشید، هر چیزی که الله دوست داشت نوش جان میفرمود، هر چیزی که الله دوست داشت به زبان می آورد. و این یکی از اون صفاتی که محبین الله باید داشته باشند. انشاءالله راجع به این موضوع باید در جلسه بعد به تفصیل بیشتری صحبت خواهیم کرد. اخلاق ما با رسول الله صلی الله علیه و سلم چگونه باید باشه وقتی که یکی از شرطهای مهمترین شرط محبت الله اتباع از رسول الله صلی الله علیه و سلم و باید رسول الله صلی الله علیه و سلم رو هم دوست داشته باشیم. وظیفه ما و اخلاق ما نسبت به رسول الله صلی الله علیه و سلم چگونه باید باشه. اما قبل از اون بعضی از اموری که به انسان کمک میکنه که انسان محبت الله رو کسب بکنه، اولین شرط اتباع از رسول الله صلی الله علیه و سلم. و بعد در این اتباع بعضی از نکات مهمتر، روایتی است که امام بخاری نقل کرده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود، الله تعالی فرمود من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب، هر کسی که با ولی از اولیای من، با دوستی از دوستان من دشمنی بکنه، من اون رو به اعلان جنگ میکنم با اون.
و بنده من با هیچ چیزی انقدر به من نزدیک نمیشه از اون چیزهایی که دوست دارم مگر با انجام فرایض. ولا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، و بنده من همیشه پیاپی با انجام نوافل، با انجام عبادت‌های سوای اون عبادت‌هایی که بر اون واجب شده. نوافل اون عبادت‌هایی یعنی که واجب نیست بر انسانی انجام بده، مانند روزهای نافله، مانند عمره نافله، مانند حج نافله، مانند صدقات نافله، نمازهای نافله که انسان خودش دوست داره ارتباط داشته باشه. اصلا وقتی علاقمنده، وقتی محبوب رو دوست داره، دوست داره ارتباط داشته باشه باهاش. علاوه بر این که روزانه 5 بار ندای الله رو وقتی میشنوه، بعد به این ندا پاسخ بده، بعد وقتی تماس گرفته میشه بعد جواب بده این تماس رو، باید بره سر قرار حاضر بشه. روزی 5 بار قرار گذاشته الله تعالی با بنده‌های خودش. کسی که مدعی محبت الله است باید سر این قرارها حاضر بشه. علاوه بر این کسانی که الله رو دوست دارن به این 5 بار هم اکتفا نمی‌کنن، بیشتر از اون میرن، باز هم قرارهای دیگه دارن، باز هم میرن رابطه خودشون برقرار میکنن، باز هم هر جا که هستن، چه نماز باشه، چه روزه باشه، چه با ذکر باشه، چه با تفکر درونی باشه، ارتباط میگیرن، تعلق خودشون رو بیشتر میکنن به الله تعالی. این ارتباط رو روز به روز مستمرتر و مداومتر میکنن. و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود انسان با انجام نوافل لحظه به لحظه به من نزدیکتر میشه، انقدر به من نزدیک میشه حتی احبه، تا اینکه من اون رو دوست میدارم. یکی از مهمترین چیزهایی که بعد از انجام فرایض جزء وظیفه هاست، باید انجام بشه. اگر انسان فرایض انجام نده از لیست خط میخوره، اصلا کلا حذف میشه. و این انقدر محبوب میشه وقتی که اون رو دوست داشته باشم. کنت سمعه الذی یسمع به و کنت بصره الذی یبصر به. من اون موقع گوش اون میشم که باش میشنوه، من اون موقع چشم اون میشم که با اون میبینه. ادامه حدیث میفهمم اون موقع پای اون میشم که با اون راه میره، دست اون میشم که با اون حرکت میکنه. هر چی از من بخواد بهش میدم، به من پناه ببره اون رو پناه میدم. به این معنی که الله تعالی وقتی بنده ای رو دوست داشته باشه چشم اون خدایی میشه، اون چیزی رو میبینه که خدا دوست داره، جز اون نمیبینه. گوشش خدایی میشه، اون چیزی رو میشنوه که خدا دوست داره. قلبش خدایی میشه، اون تخیلی در قلب میاد که خدا دوست داره. دست خدایی میشه، اون کارهایی رو انجام میده که الله دوست داره. پا خدایی میشه، اون کارهایی رو دوست داره که الله انجام میده، اون کارهایی رو که الله دوست داره انجام میده. تمام بدن، تمام جوارح بدن تابع محض دستور الله میشه. تمام سلیقه بدن میشه سلیقه الله، سلیقه محبوب. انسان میشه شیفته محبوب خودش، شیفته الله خودش. هر چیزی که الله ازش بخواد اون رو انجام میده. دیگه از خودش سلیقه نداره، دیگه از خودش اختیار نداره، دیگه از خودش هیچ چیزی رو دوست نداره اصلا. هر چیزی که الله بخواد و هر چیزی که الله برای اون تقدیر بکنه اون رو راضی خواهد شد. قل لن یصیبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا و علی الله فلیتوکل المؤمنون. بگو ما نمیرسد مگر آن چیزی که الله برای ما مقدر کرده. او مولای ماست، او یاور ماست، او محبوب ماست، او دوست ماست. و مؤمنین بر او توکل میکنن و خود را به او میسپارن و بر او اعتماد میکنن. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید بسیار سپاسگزارم و از مدینه منوره، از جوار حرم رسول الله صلی الله علیه و سلم خالصانه از الله تعالی خاضعانه میخوام که همه عزیزانی رو که دوست دارن به این دیار مقدس مکه و مدینه مشرف بشن بارها و بارها نصیبشون بگرداند و به من و شما توفیق محبت خودش رو عطا بنماید. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.